خداوند عزوجل در سوره احزاب همسران پاک دامنی پیامبر صلی الله علیه و سلم و در ضمن هر زن مؤمنه را خطاب کرده فرموده است ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. یعنی خداوند عزوجل در این قسمت آیت از سوره احزاب که آیه 33 این سوره است ندا کرده فرموده ای همسران پیامبر و ای زنان مؤمنه، شما چون زنان دوران جاهلیت یعنی دوران پیش از اسلام زینت نمایی نکنید. مفسری دیگر امام محمد ابن عاشور صاحب تفسیری نفیس التحریر و التنویر گفته است التبرج اظهار المرأة محاسن ذاتها و ثيابها و حلیها بمرء الرجال. تبرج یعنی زینت نمایی این است که زن حسن جسم خود را، زیبایی بدن خود را و یا حسن لباس و یا زیوری خود را در نزد مردان نمایان سازد.